اتحادیه اروپا با پخش اظهارات در زمینه بی‌تغییر ماندن حکم 23 سال زندان بزرگمهر یارو به حکومت تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های این کشور در زمینه تامین آزادی‌های اساسی و ولایت قانون یادآور شد. حکم 23 سال زندان وکیل دفاع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز 6 اکتبر سال 2016 صادر شد و بعد بررسی عریضه بازبینی این قرار دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 فوریه گفت که مرافعه دادگاهی گناه‌های یاروف را در تقلب، برانگیختن کینه و عداوت دینی و نژادی پررد تصدیق کرد و حکم را به تغییر گذاشت. در یک مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی روز 13 فوریه هدایت بیشچویچ رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در رابطه با قضیه یاروف گفت مسئله این است که برای آنها هم تمام جزئیات این قضیه پرسر و صدا معلوم نیست. We have pledged for the transparency of the trials. We know the Tajik legislation. ما از آنها شفافیت محاکمه دادگاهی را تقاضا کرده بودیم. ما طبیعت قانون‌های تاجیکستان را می‌دانیم. تاجیکستان می‌توانست در تامین شفافیت و عدالت بیشتری دادگاهی اقدام کند. باید اعتراف کنم که فعلا چیزی بیشتری در این زمینه گفتن نمی‌توانم. سببش این است که ما تمام جزئیات را نمی‌دانیم، چون که ما درباره خود این قضیه معلومات کافی نداریم. بزرگمهر یاروف اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ده نفر دیگر جمعاً بیش از 200 نفر از سوی دادگاه‌های تاجیکستان سال 2016 به مهلت‌های طولانی زندان از 14 سال تا حکم ابدی زندان محکوم شدند. مقامات تاجیک گفتند که این افراد در پشتیبانی و تشکیل آشوب مسلحانه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در تاریخ 4 سپتامبر سال 2015 گناهکار هستند. مقامات تاجیک از جمله رهبریت دادگاه عالی، دادستانی کل تاجیکستان و امبودسمن از حکم یاروف و دیگر محکوم شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمایت و آن را مطابق با قانون های کشور ارزیابی کردند. کارشناسان میگویند در صادر شدن حکم های این افراد دعوت و انتقادهای سازمان های بین المللی و ساختارهای دیپلماتی مستقر در تاجیکستان نادیده گرفته شد.